تبریک میگم که با در کشوری هستم میزبانی میکنن از ما که مردم فرهنگی و فریخته دارن. ما لسرتا پیروزبایی لخوام کم کل ولاتی که میسته وقو میوانی بیرن و خوان بشوازی باش میوان داری. نمادهای زیبایی به شما برای تاثیرگذاری بر ما اینجا تدارک دید. او سمبولانه که اینانه سمبولی که چاپ و جوان بود و کارگری بود لسریمان و سمبولانه زور جوان. و فارغ از این سمبولها الان چند بود است که این گردی که مردم قلازه میکشن رو ما با تمام وجود احساس میکنیم. بيشجع سمبولانا سختي چند روزه که رابطه لسر خلاص زبانه ما هستی بکنیم. از روزی که قطعی آب در رودخانه زاب کوچک انجام شد، از همون روز پیگیری بسیار گسترده‌ای رو شروع کردیم برای اینکه هم از علتش مطلع بشیم و هم که دوباره آب رو جریان بندازیم. لو که ما قدر کنیم آوت راگرتونه مبارزه ما هر لو رجوع ما بدوادش نو کنیم که اوج مشکل چاره سر بکنیم که آوت برد. طبق اطلاعاتی که به دست آوردم رودخانه زاب کوچک در هر ثانیه 15 متر مکعب آب داره. او زانیره به دست من گشتو ل زاب بچوک تقریبا دبیه که 15 متر بر ثانیه مکعب بر ثانیه. و بر اساس قوانین بین‌المللی و مرزهای بین‌المللی ما 12 سال پیش به سازمان‌های وابسته به سازمان ملل در امور آب و محیط زیست اعلام کردیم می‌خوایم سدی در این منطقه بر روی رودخانه زاب ایجاد کنیم. و باقی قانون دولتی ما 12 سال لمو لعنه دارکان دولتی آگادار کنیم و اتمام به تمام لیرانه این سدلی بدیم. مطالعات اون انجام شد و موافقت‌های اصولی گرفته شد. توجینو آنمان دست کردو و دست نبود. به دلایل مشکلات اقتصادی و غیر ذالک این سدسازی بیش از 9 سال طول کشید. لبر هند مشکلات و کشوانه مشکل عبوری و هند کشیتر اما پیچو تقریبا 9 سال. مطالعات ما نشان داد که اگر این سد آبگیری بشود در زمانی که آب فراوان یا بارش باران زیاد باشه فقط برای 2 ماه رودخانه شما آبش نصف خواهد شد. توجینو کاری ما درکات بومان که ایما لکاتی که بارانوان زورا به معنای امسده آوی بگرین لسر امسده تقریبا 2 ماه آوکه که دید بوام دیو نیوه بودی و تمام نزولات آسمانی و آبی که از سر چشمی رود زاب به سمت پایین خواهد آمد به روال گذشتهش ادامه خواهد داشت. و پاشو دومانکه همو آوکه دوباره گرتو سر کارتیکون خوی و هیچ مشکلی نیه هر وقت جرانه بود. اما مشکل از اونجای شروع شد که پیمانکار سد مزبور اعلام کرد که چون 2 سال پروژه به تعقیب افتاده نمیتوانه بیشتر صبر کنه تا زمستان بشه و بعد آب رو داخل سد بندازه. برامو بلندره که ام سد درست کردوه و تل بره که ام 2 سال تأخیر بوه نتوان درنگتر درستی کردوه نتوان تأخیر دوباره بکات از زستان که کاتی که آوانه زور بیتوه او کاتا او گیری بکن. البته میپذیرید که پیمانکار پذیرفت، پیمانکار سازنده سد که مطالعات پایین سد رو و نیازهای مردم قلازه رو در نظر نگرفته بود و از این 15 متر مکعب آب 10 متر مکعب آب داخل سد سوازی کرد. بلام او قبولش کرده و بلندره که و توی که لم 15 متر که 15 متر مکعب لسانیه که لچرکیگه او که گرتوه که داد متر روش صدقه 5 متر مکعب آب بخوره. من صادقانه به شما میگم و به خاطر احساس همدردی و لطف متقابلی که با همدیگر داریم این حرف کاملا درست است. اما صادقانه بیوالم یعنی بررسی بیوالم لبر او هست که ما پیوندیه هیا اما قبول بکن که اما بابتان بوی باز کن اما راست
هموی که عمل هیچ مقام سیاسی که هیچ لعنه و هیچ سیاسی تصمیم سیاسی و در هیچ ارتباط بریاره سیاسی پر کردن سد سردشت نه مطلع بودن و نه دستور دادن. هیچ برپرسی سیاسی، هیچ لعنه سیاسی، هیچ کسی که برپرسی سیاسی آگادار و بریاردار نبود گرتنوی آوی تصمیم مشترک پیمانکار و معاون فنی وزارت نیروی ایران. اما بریاره هاوبشه بلندرکه بود لگال جیگری وزیر وزیر ایران جیگری و بابت این که بدون مطالعه و بدون مشورت با ما این اقدام رو کردن نسبت به این موضوع از اونها سوال شد و آنها که نجار پرسیار لبروی که وطنه که و به اوی لیمر راویج ورد بگن و لگم میاخذتن سبارت بان بابتا و چونم کار کرد و در طی چند روز گذشته جلسات متعددی گذاشته شد که این آب دوباره برگرده به رودخانه و لبروی بو لم چند روز را بردو هند کوبونو کان زوری دستی کرد وانا که بریار داره آوکه دوباره بهتوسر بود. یکی از اعتراضات ما به پیمانکار این بود که شما زمانی انتخاب کردید که آب رودخانه در فصل کمترین میزان رو داره. یکی لرفنکانی مل برندره و بودین جناب کارت دیاری کردی بوگرتنی او اما روبارکه لسال اما کمترین اوه. در حالی که این کار باید در زمستان انجام میشد. بالام ببی امکاره اما بگرتنه ببی لکارت زستانه بود. و الان عکس هایی که دیروز گرفتن و معیارهایی که در آوردن متاسفانه آب قبل از 108 متر مکعب در ثانیه در رودخانه جریان داره. بالام به پیو براورده و کرنوستا اصل لبروی کاتی دیاوی خودش